ویژه برنامه‌ای است که تقدیم شما میشه مربوط به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، خصوصا در چند روز گذشته، و عرضم روز شما که بدونید که ما اشاره‌ای اصلا به این اتفاقات بکنیم با یک جمله یک توضیحات کوچولویی رو به شما میدیم. همیشه جهان چیزی نیست که شما میبینی و همیشه اون چیزی که شما میبینی درست نیست، حتی اگر حقیقت رو ببینی، چون حقیقت از نگاه هر انسانی نسبی است، زیرا که هر انسانی در دنیای مجازی است و حقیقتی وجود ندارد. به همین سادگی. یعنی هر آن چیزی که شما میبینی و درست میبینی و واقعا حقیقیه، حقیقی نیست، زیرا که اصلا حقیقتی در جهان نمیتونه تولید بشه، زیرا که دایره در جهان وجود نداره. حقیقت وقتی تولید میشه که عدد پی انتها داشته باشه و شکل دایره تولید بشه. وقتی در دنیای مجازی داری زندگی میکنی، فکر نکن که هر آن چیزی که تو میفهمی و یا میبینی درسته و حتی اگر حقیقیه، حقیقی نسبیه. پس حقیقت جهان چه در جنگ، چه در قتل، چه در اینکه بچه کشته میشه، چه در اینکه مرد کشته میشه، چه در اینکه بیماری میکشه. یه بار قاتل رو پیدا میکنی میگی آقا فلان دیکتاتور آدم کش، یه طرف دیگه نمیتونی ویروس عرفانی کرونا رو به عنوان قاتل معرفی کنی و نمیتونی بدن خودت رو به عنوان قاتل معرفی کنی، چون تو حقیقت درون خودت رو نمیبینی. روزانه میلیون ها سلول تو رو داره بدن تو میکشه و این قاتل کثافتی در خودت هست که تو نمیتونی اونو ببینی. قاتلی کثیف که بهترین غذاها رو میخوره و بعد با تمام ظلم و ستم و با تمام بیرحمی بقیهش رو دفن میکنه در دستشویی. اون بیچاره ها گناه دارن، اونها عضوی از خوراک تو بودن، اما تو خوبش براشی بعد ریختی بیرون. خب اگه کثافتی در جهان قرار پیداش کنی، باید در خودت پیدا کنی. توی علم هم همین مشکل رو داریم. ما متاسفانه هرچی مطالب ما، برنامه های ما علمی تر باشه، خیلی خطرش بیشتره، به خاطر اینکه اختلاف ما و دانشمندا برای شما مشخص میشه. مثل همون جهان موازی که برای شما توضیح دادم، جهان موازی وجود نداره. یعنی جهان موازی نمیفهمن وجود داره یا نداره. خود جهان موازی زیر سواله براشون. جهانهای موازی به جهانهایی میگن که حتما توی زمان وجود داره. وقتی زمان وجود داشته باشه زیر سواله. و یادتون باشه که زمانی که شما میمیری جهان موازی نیست، زیرا توش زمان وجود نداره. نکته عمیق جهان موازی اینه که به جز زمان یک عنصر دیگه در جهان هستی هست که مردم جهان اینو نمیدونن، دانشمنداشون نمیدونن. شما در دنیای زمان میتونی موقعیت‌های بعدی خودت رو مشخص کنی و دنیای موازی تشکیل بدی. این به سوریه حمله کرد، اون اونجا کشته شد، این داره میمیره اینجا، این داره اونوری حرکت میکنه، اون اونجا جمهوری اسلامی یه نفر برده تو زندان داره شکنجه میکنه، یه نفر داره مثل خر میخوره، یه نفر مثل گاو داره میمیره، یکی داره شکنجه میشه. دنیای بسیار عجیب. اما این بستگی به زمان داره. یعنی اونی که داره تو زندان میمیره ربط به زمان داره، اونی که داره توی سوریه حمله میکنه ربط به زمان داره، اون که گلوله رو الان فشار میده ربط به زمان داره، اون که رئیس جمهور میشه ربط به زمان داره. اما دنیای موازی در دنیای زمینی کره زمینی تو وجود داره دیگه همین الان. یعنی همین الان حیوانات در یک دنیای زندگی میکنن که انسان‌ها تو دنیای دیگر، یه دنیای موازیه، ولی یه خر نمیدونه که تو دنیای موازیه. تو چون داری برنامه ریاستارت رو گوش میکنی یا برنامه علمی ما رو گوش میکنی، داری میفهمی که خر نمیدونه تو دنیای موازیه. نشون دنیای موازی و دنیای موازی یعنی دنیایی که گیاه رشد میکنه، اصلا مهم نیست براش که کی تو زندان شکنجه میشه. خب این چقدر بی‌ناموسه. چه درختی بی‌ناموسی، درخت سیب. این همه ظلم داره میشه تو زندان‌ها، درخت سیب قیام نمیکنه، تظاهرات نمیکنه، آدم نمیکشه، رژیم عوض نمیکنه. همش سوال دیگه. میشه دنیای موازی. پس گیاه در دنیای موازیه،
در دنیای موازی داره زندگی میکنه که حیوان داره زندگی میکنه و همینطور که داره جنگ سوریه اتفاق میفته دقیقا همین الان یه پلنگ حمله کرده و داره یک گورخر میخوره در همون دنیای موازی. این دنیای موازی. اما در یک چیزی این دنیای موازی مشترکه، زمان. ولی در حالت سوم نور که من توضیح دادم یک چیز دیگری به زمان اضافه میشه که اگر انسان در برنامه یسا توضیحاتش این است که میدیم اگر شما بتوانید در کره زمین عرضم حضور شما که به اون چیزی که من دارم حرف میزنم برسی، با اون چیز میتونی زمان رو کنترل کنی و هر کسی میتونه این کارو بکنه. یعنی هر کسی در کره زمین، هر آدمی که انسان باشه میتونه در اون چیزی که به دست میاره دنیای موازی رو سیر کنه، با زمان یا بی زمان. و همین خاطر ما گفتیم زمان بعد نیست. پس الان در بعد چهارم که در کره زمین در بعد پنجم داره اتفاق میفته، در بعد ششم داره اتفاق میفته در کره زمین و دنیای موازی همین الان در کره زمین هست دیگه. دنبال ابعاد دیگه نگن، همینجا هست دیگه. یه پشه‌ای میاد چند مدت میره، یه آمیب میاد اینجوری میره، اینا همه‌شون پیر میشن، زندگی میکنن، بچه دار میشن، همه کاری که تو داری میکنی رو، فقط فرق اون که با شعورتر، آمیب با شعورتر یا من و تو. آمیب ما 80 سال مثل گاو زندگی بعد میفهمیم چی نیست، میمیریم، بچه دار میشیم، بعد میفهمیم چی نفهمیدیم. اون تو یه ثانیه همین کارا رو میکنه، بعد میفهمه چی نفهمه، میمیره. یه ثانیه زودتر میمیره، زودتر میفهمه. هر کی زودتر میره یعنی زودتر میفهمه. پس یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره. پس اینها فرق برنامه ریستارت با اپوزیسیون ریستارت. الان هم این اتفاقات وجود داره در جهان. به همین خاطر در برنامه‌های شب خیران در برنامه‌های طلوع امپراتوری کوروش من یه جمله معروفی دارم که جمله خیلی قشنگی هست و اون این که یعنی دو تا جمله مهمه در راجع به ریستارت. یه جمله من خیلی معروفی که باید حفظش کنی، یادداشت کن، خیلی مهمه، این که به ادیان و بیخداها جوابیه به تمام ادیان و بیخداها تو یه جمله من دادم: انسان‌ها بر اساس عدد اتمی وارد بهشت میشوند. این خیلی فرق میکنه. این راجع به ریستارت بوده. اما در فضای غیر ریستارت، در اپوزیسیون ریستارت، یک جمله دارم که این جمله رو یادداشت کن. جمله خیلی مهمی. عدالت این نیست که تمام حیوانات و موجودات کره زمین قرمه سبزی بخورن. عدالت این است که خره باید علف بخوره، شیره باید خره رو بخوره. این نکته مهمیه. پس تفسیر حکومت داری، یعنی کسانی که دنبال حکومت دارین، این جنگ بین کاپیتالیسم و کمونیسم جنگ کمدیه. کاپیتالیسم و سوسیالیسم جنگ کمدیه. نه کاپیتالیسم رو میفهمه یعنی چی؟ چون الان من این جمله که گفتم میشه کاپیتالیسم دیگه. زمان شاه این اردک شاه شروع کرد چپا رو کشتن، فریخته ها رو کشتن، با سوادار رو کشتن، ولی همین بیناموسی که خیلی ادعا میکرد که من میرم امام رضا، من خواب دیدم امام رضا اومد با من ماچ کرد، امام که اسلام مرگ بر تمام ادیان، درود بر اسلام، این همینجوری حرف میزد و این همین محمد رضا شاه این مرتیکه بلند شد اصلاحات ارضی تولید کرد. اصلا اصلاحات ارضی یعنی تبدیل کاپیتالیسم به کمونیسم. همین زندگی بود. اصلاحات ارضی یعنی اینکه زمین ها رو از به قول چیزا پولدارا گرفت، تقسیم کنه بین فقرا. یه روزی داستانم با مزه است، یه دفعه گفتم ولی تو اینجا جاشه بگم. میگفت به یکی از یک کشوری بود، همه مردم خوب بودن و همه فریخته، همه مهربون، همه ناز، همه داشتن زندگی میکردن، چه عشق و اینا. بعد حاکم گفت قربان هیچ کاری نمیتونیم، چیکار کنیم که این مردم رو بتونیم بدوشیم یا رژیمشون رو عوض کنیم یا حکومتشون رو بگیریم یا بخوریمشون. یکی از این وزرا گفت آقا بهترین کاری که فردا اعلام کنید یه چند میلیون تخم مرغ بخرید، بذارید به مردم بگید که هر کسی برای جنگ کمک کنه به ما و تخم مرغ فقط بیاره. پیام دادم به شهر که آقا همه تخم مرغ برای جنگ بیاریم، ما به جنگ می‌خوام بریم، جنگ تخم مرغ می‌خوام، نون نیاره، هیچ چیز، فقط تخم مرغ. همه تخم مرغ مردم گفتن چند تا؟ گفتن 2 تخم مرغ، هر خانواده‌ای 2 تخم مرغ است. گفتم چه خوب، چه پادشاه خوبی، مالیات نمیگیره، هیچ کاری نمیگیره، 2 تخم مرغ خوبه. 2 تخم مرغ آوردن گوشه، مردم به این خوبی که داشتن زندگی می‌کردن 2 تخم مرغ گوشتن تو میدون. یه رو بعدم پادشاه ما گفتش که آقا پادشاه دستور داده تخم مرغات رو بردارید، نمی‌خوایم. مثلا مردم تخم مرغ رو برداشتن رفتن.
2 هفته بعد این داستان ها، تفسیر داستان مهمه، فهمش مهمه، مهم نیست چیه، کی گفته، اینش مهمه. بعد از 2 هفته 4 هفته یهو دیدن زناشون دارن جنده میشن، مردا همه بی‌ناموس. پادشاه یه نفر برد تو اونجا جلوی میدون شروع کرد به شکنجه کرد، چشاش در بود، مردم سکوت کردن. مردمی که قبلش یهو حمله میکردن، داد میزدن، قیام میکردن، ادالت، خدا و پیغمبر، عیسی و موسی، مردم این گاو نشسته هیچ تکون نمیخوره. وزیرش صدا کرد گفت تو چی کار کردی آقا؟ این ملتی قبلی نیستن اصلا، این مردم قبلا ما یه اشتباه میکردیم میومدن هوا رو میکشیدن. گفت من این کار رو 2 سال پیش کردم قربان، 2 سال طول کشید تا الان میخوری و میدوزی و شکنجه میکنی و تجاوز میکنی، کسی ناراحت میشه؟ گفت نه، همین گاو نشستن. گفت از اون 2 سال پیش بود. گفت 2 سال پیش چی بود؟ گفت همون تخم مرغا، وقتی مردم تخم مرغاشون رو بردن ریختن یه جا، بعد همه 2 تا تخم مرغ بردن، به خانواده گفتن تخم مرغاتون رو بردارین، هر کی 2 تا تخم مرغ برد. اما یه تفاوتی وجود داشت که این 2 تا تخم مرغ که گذاشته بود انقدر بود، یه تخم مرغ براش انقدی حرام وارد زندگی شد. این مثال حرام دستشون کن توش. ما یه سالی از به دین اعتقاد اونجوری نداریم، ما نه دین قبول نه بیدینی. آتئیستا یه مش گاو، دین داره مش گاو. گوش بدید، ما موافق این تفکراتیم. گوش بدید، مثاله. گفت از روزی که حرام وارد زندگی مردم چون حرام نمیخوردن بی‌ناموس نبودن. من کاری کردم تخم مرغ 2 تا گذاشتن، ولی 2 تایی که بردن که شبیه تخم مرغ دقیقاً شبیه اون و اندازه اون و مقدار اون نبود که تخم مرغ رو بردن تو خونه خوردن، حرام وارد شد، بچه نطفه کثافت زد بیرون. از اونجا شروع شد. حالا این سوالا بسیار مهمه. الان آمریکا یک کشور امپراتوری 35 امپراتوری تصور کاپیتالیست است آمریکا. و الان مثل روسیه، الان روسیه هم کمونیستی هستن. کمدی رو بزنید کنار که 4 تا تو وبسایت میشنن پوتین کمونیست، پوتین سوسیالیست. پوتین نه سوسیالیست نه کمونیسته. اصلا تمام شد. بازی یک تفکرات و اندیشه‌هایی بوده که هیچ کدوم هم نفهمیدن. به همین خاطر ما نمیتونیم توضیح بدیم که این نوع نگاه، این که همه وضعشون خوب باشه یا همه بد باشه، این سوال خیلی عمیقیه. یعنی مرزی وجود داره بین کمونیست و کاپیتالیسم که این باید جابجا، این باید برای نوع حکومت باید این مشخص کنیم. حالا یک کشوری مثل آلمان هفته توش کمونیست لا کاپیتالیسم و کمونیست لای لیبرتیانا، به قول دوستان ستایی لای دموکرات سوسیال دموکرات، از اون طرف حزب مسیحی مطلق. همه کمدین. آلمان پشت جمهوری اسلامی، جمهوری ایدئولوژی اسلامی. تو چی؟ من جمهوری ایدئولوژی مسیحی ام. خب تموم شد دیگه، تو مسیحی ام اسلامی دیگه. بزن خانواده هم دیگه یکی کنیم. چه؟ اندیشه مردم وقتی برسه به یه جایی که بفهمن، اون موقع بهشون قاقالیدی میده، عرفان تصوف چیزی بهشون میده، یک شرایطی واسش وجود میاره. اگه نفهمن برای چی باید بده؟ اصلا شما کی دیدی که یک فردی بهترین ماشین جهان رو بده دست یه بچه 2 ساله؟ بچه 2 ساله بعد یه دونه قاقالیدی بهش بدی، 2 تا ماشین بازی بدی، یعنی بازی کنه، بعد چیز کنه. شما ماشین میدی دست بچه 2 ساله؟ میدی که عرفان تصوف بیاد کشورتو آباد کنه، دست به دست هم بدید کشور خیش کنید آباد؟ نمیدی. اینا میدونم $5 بده، دستش میده خودت. پول عشقت پوله. به همین خاطر عدالت رو نمیتونیم توضیح بدیم به جوش، خیلی سخته. اپوزیسیون برای همین وارد این بازی ها نمیشه. برای اینکه ما اگه بخوام بیام درست کنیم، مثل اون موقع یارو گفتش که شما اولین کسی بودید که گفتید که جاده ابریشم پرزیدنت ترامپ موافقید. گفتم مثل که تو خیلی گاوی، مثلا نمیفهمی واقعا، یا شما گاوی یا اینکه واقعا چی به چطور. گفتم برای اینکه من اون موقع توضیح دادم، گفتم در امپراتوری پارس جاده ابریشم میشه جاده ابریشم قشنگی، اول باید امپراتوری پارسی باشه که جاده ابریشم آقای ناتانیاهو و عربستان و پرزیدنت ترامپ گفته انجام شه.
هنوزم برای من تنها کسی هستم که با اون جدی موافقم. ما اصلا امپراتوری پارس که تشکیل بدیم، اولین کاری که می‌کنیم یواشکی به عربستان پیام میدیم یه جلسه بزنیم، یواشکی هم به اسرائیل پیام میدیم یه جلسه بزنیم، دو تایی هم بشینیم جاده‌تو بزن، جاده خودمونم واسهشون میفرستیم وسایل جاده سازی. چرا؟ چون در امپراتوری پارس جاده ابریشم اینا سود داره. اینا ما رو حذف کردن، خودشون جاده میزنن. خب معلومه که جمهوری اسلامی نمیذاره جاده بزنید تو، چون اونجا امپراتوری پارس نیومده که امپراتوری کوروش، امپراتوری یسار، امپراتوری صفویه نیست که شما جاده تو بزنید. خب معلومه ترتیبتو میدن. از اول جمله رو گوش نکردن. اول جمله اینه که ما بعد امپراتوری پارس تشکیل بشه، بعد من که موافق جاده ابریشم میگه جاده ابریشم بزنید، مهم نیست برای من. اصلا استراتژی رو چیدیم. برای من مهم، برای اپوزیسیون مهم مشخصه، یه جلسه مستقیم با پوتین با روسیه، یا جلسه مستقیم که با آمریکا که اولش داریم میذاریم بعدا میذاریم این کارا رو میکنیم. تکلیف مشخصه. منفعت امپراتوری پارس اینقدر ما پول میخوریم اصلا نمیدونیم چیکار کنیم. جاده تو بزن اونجا. ببینید جاده ابریشم شما بزنی از اسرائیل بزنی به اونجا، من ناراحت میشم. من امپراتور باشم، من کشورم امپراتوری باشه، ببینید ناراحت میشه. کمکت میکنم. سود ما اون توه. چرا؟ چون شکل امپراتوری پارس شما نمیدونی چی هستن. اصلا نمیدونی امپراتوری پارس یعنی چی. یه چیزی شنیدی و با خود تفسیر میکنی. هیچ اشتباهی در این جمله نیست. دو تا جمله من موازیه در دنیای موازی. ما تا رسانه رشوشیم رژیم عوض نمیشه. ما برای تغییر رژیم اعتبار رسانه نداریم. این جمله موازیه، در دنیای موازیه. حالا اینکه دلش میخواد عرفان تصوف زمان رو استاپ کنه، خارمادر همه رو سرویس کنه، امپراتوری پارس بیاد بدون که مردم بمیرن، میتونه. میخواد مردم بمیرن برای این اتفاق بیفته، میتونه. همه کار میتونه. عرفان تصوف همه کار همیشه میتونه بکنه. همیشه این کارو میتونه بکنه. همه این سران کشورها هم بعد از مدتی فهمیدن که خره تصوف و عرفان. خوش میدونن، همین الان بدبختان میدونن. نمیدونستن که اینقدر ما رو سانسور انجام است. فقط ما میترسه، هیچ کی نمیترسه از جهان. جوسه همین الان از فقط از ما میترسه. این اتفاقاتی که افتاد، اگه تو کنه رضا پهلوی مثلا بلند شه بره مثلا اسرائیل، بهش گفتن آقا نیای خار مادر سرویس هستن. ریاست تموم، صدره تموم، داستانش تموم شده است. یک استراتژی و یک قوانینی داره که هیچ کارش نمیتونه بکنه. فرمول ها رو در برنامه رسانه‌ای همه توضیح دادیم. ما شما غیر ریاستی برنامه گوش میکنید. خویر، الان من بهتون میگم خویر، گوز، شقیقه، ربط نداره. امپراتوری پارس میگه این کلمات به هم ربطی نداره، چون تو نمیفهمی. گاوی نمیتونی نیتروژن فسفر آرسنیک رو ببینی توی بدن یا نه، نمیتونی ببینی اصلا. وقت تو که تا چند سال پیش مثل گاو عدد جرمی مندلیفو کشیده بودی، عدد تناوبی کشیدی اردک، میخوای بیای عدد اتمی رو بفهمی، بعد بیای امپراتوری پارس رو بعد بفهمی ما چی فکر میکنیم. اولاق. یعنی تو انقدر بزغاله آدم مهم میشه دیگه. تا 5 سال پیش نمی‌رسید چیکار باید بکنی، تا 15 سال پیش اصلا تو صفحات مجازی مثلا دنیای مجازی رو قبول نداشتی، و تو اردک اولاق میخوای بیای این وسط بفهمی امپراتوری تصوف چیست. بشین دیگه بابا. ما توی پستونیوز این خویر که اومد مال آرژانتین یه تیک سبز گوشید داشت، چه وجه حرف نزده واسه. برو عکسش رو نگاه کن، یه تیک سبز. چرا؟ چون میدونستیم این چون یهودیه 2-3% از قوانین امپراتوری پارس میدونه. 2-3% بدبخت بیشتر نمیدونه. اصلا 80% باش مخالفی، اصلا افکارش با ما شبیه نیست. اصلا یکیش اوکراین، اون عاشق اوکراین و عاشق اوکراین نیستیم. ولی من تیک سبز گذاشتم. چرا؟ چون مثلا این آدم میتونه اقتصاد آرژانتین رو تکون بده. چرا؟ چون از اون کتابی که من فرمولش بلدم اینم بلده. من اون کتابو 100% میفهمم، این 3% میفهمه. آرژانتین تکون داد. برو ببین کی تیک سبز گذاشتیم. همین الان خبیه رو برمی‌داریم، من میرم آرژانتین. مثلا آرژانتین میشستم، افکار نه قوانین اساسی چی خوندم، نمیدونم چه شکلیه. 6 ماه بعد آرژانتین همین پولدار میشه. اون کتابه مهمه، اون فرمول پولدار شدن مهمه.
خبیره 3 تا 5 آدم بعدی هم نیست، اقتصاد کشورش کمک میکنه دیگه. به ما چه؟ داره کشورش کمک میکنه. همین خبیره 5%، 3%، 4% فرمولایی که من بلدم اقتصاد ژاپن تکون داده. به جز اون البته ناگفته نمونه که یهودیان کمکش کردن اون پشت دیگه، کمکش هم کردن که شده 20% دیده شده. من گفتم تو خیلی خوبه، تیک سبز گذاشتیم براش. هر کسی در هر کشوری کمک کنه مردمش پولاشن وضعشون خوب بشه، موفق باشن، به میزان استعدادشون، به میزان کاپیتالیسمشون استفاده کنن از کمونیستشون. ما دوستش داریم. برامون فرق میکنه مارکس میخواد بخونه، میخواد کتاب عزیز نصفی بخونه، برای ما مهم نیست اصلا چی میخواد بخونه. مکتب فهم جای دیگه است، بعد بره سر کلاس‌های دیگه بشینه بفهمه. بعد به گوز به شیخ ربط داره، به تو فهموندن ربط نداره. ربط داره واقعا بدبخت. این ویژه برنامه رفتم برای اینکه بدونی هر اتفاقی در توی جهان داره میفته. ما قبلش گفتیم، یه بار گفتیم جهان باید باز بشه، جای امپراتوری رو باز کنم ببینم. خواهش کردیم که مثل آدم برید کنار که یه بار دیگه یه بار میام وارد مهمونی میشن و اینا هم مثل همه گاو حمله کردن تو سر غذا. تا خاطرات پدرم، من مثل بابام نیستم با شخصیت ها بهشون غذا نمیرسه یه گوشه وایسه. نه، من حمله میکنم، ننت سرویس میکنم. من غذا رو از دهنت میکشم میدم اون پیرزنه که نمیتونه بلند شه، اونی که اون گوشه با شخصیت وایساده. غذا رو از توی وحشی میگیرم میدم اون با شخصیت تخصص اصلا. اینه بچه بودم این کارا رو میکردم. خواهش کردیم ازشون که آقا جا باز کنید، امپراتوری پارس میخواد بیاد کارشو بکنه. پررو بودن، پررو شدن، فکر میکردن خیلی آدم مهمیه. علی خاورمیانه و خاورمیانه است. گو نخور دیگه، نیست دیگه، نیست. گامبیشا ادامه داره. ترامپ بیاد بالا کارش انجام بده. آدم باهوشیه. کابینه‌شو نگاه کن، رئیس اف بی آی شو نگاه کن، رئیس سی آی شو نگاه کن، تیماشو نگاه کن، فلشاش مشخصه. فلشاشو ببینی میفهمی. مثلث آمریکا، ریسارد، روسیه، حک کن تو کلت. این پرگون جهانیه، این جدیدترین پرگون جهانیه. 3 امپراتوری بزرگ. یادداشت کن، بالا تخت سیاه بنویس، از خواب که بلند میشی ببین این تصویر رو. اگر تصویر رو نبینی ما برات پخش میکنیم، ببین نکن تو چشاتی میبندی. من کی نمیبینم؟ من خفاش گاویم در قارم. لغت رو میگیرم میارمت بالای کوه، نشونت میدم عقابو، نور رو بهت نشون میدم. اینقدر دکتر داریم که چش خفاشم عمل کنه، بیناشه. عشق من، بدرود.